هر آدمی که به جایی رسیده خیلی سختی کشیده، پوستش کنده شده. آدمایی که کارهای بزرگ کردن انگیزشون از یک خشم یا تحقیری معمولا بلند شده، از دیده نشدنی بلند شده. این بزرگترین انگیزه است. یعنی من میخوام بگم اگر همراهیت نمیکنن، اگر تشویقت نمیکنن، اگر بهت سرمایه ندادن، اگر اصلا پدر مادری نداری که بهت سرمایه بدن، you are lucky، تو خیلی خوشبختی. چون قدرت بیپولی خیلی زیاده، تو خیلی انگیزه داری برای تلاش کردن. قدرت حامی نداشتن خیلی زیاده، چون تو باید حامی خودت بشی. و آدم‌هایی که حامی خودشون میشن، آدم‌هایی که پول ساز میشن، دخترایی که بابای خودشون بودن، دخترایی که حامی خودشون بودن و پسرا، فرقی نمیکنه، حامیای خوبی هستن. چون میدونن حامی نداشتن یعنی چی، میدونن پارتی نداشتن یعنی چی. من مدیون همه آدم‌هایی ام که جوابمو ندادن، که بهم نگفتن. من دست همه اون آدمایی رو که نادیدم گرفتن میبوسم، چون اونا باعث شدن من به ورژن بهتری از خودم تبدیل بشم. حتی اونایی که هولت میدن، زیرا به تو میزنن، بهت لطف میکنن، چون باعث میشن تو بری توی مدار بالاتر تلاش کنی. من میگم اگه میخوای معمولی باشی از شکست بترس، اگه میخوای خارق العاده باشی عاشق شکست خوردن شو. چون اکثر آدما از شکست میترسن، مثلا همین معمولیان، مثلا همین نمیرسن، مثلا همین به دست نمیارن. حالا این ترس میتونه تو به دست آوردن بیزنس مورد علاقت، درآمد مورد علاقت یا پارتنر مورد علاقت باشه. تو وقتی میترسی شانس تو امتحان نمی‌کنی و وقتی تو نمیشنوی اتفاقا به نفعته، چون میفهمی کجا رو بری دیولپش کنی، توسعهش بدی، رشدش بدی. امکان نداره تو بدون شکست بتونی موفق بشی، چون واقعیت اینه که تنها شکست هیچ کاری نکردنه. تنها شکست اینه که تو دست رو دست بذاری و منتظر باشی. حالا در قالب یک پسر یا یک دختر، اگه یه دختری میگه من یه روز یه قهرمان میاد نجاتم میده، واقعا باید خیلی راحت بهش بگم متاسفانه نه ممکنه قهرمانی بیاد نه کسی بیاد، و تو یکی از مهمترین سرمایه ها تو داری در این بازی ذهنی قمار میکنی که زمان و جوونیته، چون نشستی و منتظری. سرمایه اصلی دختر تایم بشه. پس اگر تو داری وقت تو هدر میدی که منتظری یک پارتنری داشته باشی، یک نمیدونم پدرت یک ارثی رو به تو بده، تو داری نابود میکنی زندگیتو. تو داری با مهمترین سرمایه زندگیت ریسک میکنی که تایمته. از لحظه به لحظه زندگیت برای کار کردن روی یادگیری، مهارت‌هایی که هیچ کس نمیتونه ازت بگیره کار کن. رو خودت کار کن. دانش یعنی قدرت، مهارت یعنی قدرت، سلامتی یعنی قدرت. تو وقتی سلامت هستی زیبایی با شکوهی، وقتی علم داری زیبایی با شکوهی.